قبل از شروع هر چیزی لایک و کامنتاتون باعث دلگرمی ما میشه. چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید که آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. داخل کامنت ها بگید چه آموزشی مد نظرتونه که ما بهتون ارائه کنیم. تو جلسات قبلی چپ و راست و انواع هوب رو بهتون آموزش دادیم. الان میرسیم به ضربه آپرگارد. بعد از گرفتن گارد آپرگارد اول میخوایم ناحیه زیر شکم و این ناحیه رو یعنی نزدیک به ناف و زیر ناف رو بهتون آموزش میدیم. وقتی که شما گاردتون رو گرفتید یه مقدار زاویه بدن منو ببینید، یه نشست ریز، یه نشست باز میشه حالت 90، اینم حالت 90 میاد داخل. یک اینجا نباید بشه. من چیزی که میخوام بهتون آموزش بدم ترکیبی از تمام ضرباته، پس حواستون باشه اگر دست بیاد اینجا احتمال این که شما ضربه چپ و راست بخورید خیلی بالاست. پس من اینجوری نمیزنم. نشست یک. این نشست مستقیمه. نشست کنار داریم. نسبت به زاویه‌ای که حریف شما داره من میان ضربه رو میزنم تو ضربه پایین، ولی معمولا توی اینجاها کمتر کاربرد داره که شما بخواید زاویه بدید. معنی اینکه شما حالت نشسته باشید که ضربه اومده باشه، شما نشسته باشید اینجا بزنید توی این ناحیه. حالا زاویه‌اش یه مقدار میانم بالاتر، یعنی این ناحیه که میگم بهش آبگاه و سینه. یک نشست من کمتر میشه. یک نگاه کنید زاویه دستمو ببینید اینجوری نیست، اینه. یک میچرخه یک بعد راستش هم به همین منواره. یک دو فقط یک مقدار شما باید حائل بشید به سمت جلو و این پا یه مقدار میاد روی پنجه. نگاه کنید این که هستید جابجا میشه. گفتم وقتی که چپ و راست هم میزدید این قضیه صدق میکرد که چپ و راست. حالا این چپ حائل میشه فک هم داره از زیر. یک نشست یک بعد زاویه رو باز میبریم بالا برای زیر فک. از همینجا که هستش میچرخه یک نگاه کنید. یک من از بازو، از سرشونه و ساعد هم استفاده میکنم. اگر بخواید قدرتی تر باشه از زیر بغلتون هم استفاده میکنید. نگاه کنید. دو قشنگ از کل بدنتون از پایین ترین نقطه زیر بغلتون تا بالا باید قدرت رو جمع کنه، بیاره تو سرشونه، از سرشونه به آرنج و از مشت انتقال داده بشه که قدرت تخریبش بیشتر باشه. حالا من داخل میت این ضربه آپرگات رو میزنم تا شما بهتر بتونید درکش کنید که زاویه از کدوم زاویه شروع میشه و کجا تموم میشه. نگاه کنید. یه نشسته ریز راست. دست من زیاد نمیره پایین از اینجا بخواد بزنه. این خوب نیست چون باعث میشه یه لحظه غفلت کنید و شما ناک اوت بشید. از همینجا دو نکته دیگه که قابل تحمل شما باید حتما این رو رعایت کنید صفر کردن مچتون. مچ شما باید صفر باشه، نباید اینجوری بزنید دست بشکنه این ور اون ور شه، نباید بچرخه. صفر توی یه نقطه. از همینجا که میای یک نگاه کنید. یک دوباره میاد جابجا میشه میاد زیر فک. دو میام روی پنجه. دو از سرشونه استفاده میکنم. دو نشست میام بالا مثل فنر، حالت فنری که جمع میکنید یه دفعه باز میشه. میام پایین یه دفعه میام بالا. یک
یک دو 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 یک دو. زاویه ها رو میبینید این همش مستقیم. حالا زاویه رو من کج میکنم، یعنی این گارد طرف گارد گرفته، از اینجا دیگه من نمیتونم، دستش اجازه نمیده که بخوام بزنم، زاویه‌مو یه مقدار کج میکنم، از اینجا میارم زیر فکش، یک نگاه کنید، یک، این گارد حریفه دیگه، من دیگه از اینجا بیارم دستمو بلاک میکنه، زاویه رو یک برای این دستش، یک فهمیدید؟ مستقیم نیست، از کناره، از همینجا یک دستمو میچرخونم، یک نشست بلند، نشست بلند، راست کجه، نگاه کنید آپر منو ببینید، کجه. خب حالا زاویه‌ای که من میخوام بیارم، نقطه آخر خیلی مهمه. اون نقطه‌ای که میخواد دریافت کنه اون ضربه رو، شما اونجا باید نهایت قدرتتون رو بذارید که ضربه بروسلی میتونه باشه، که همیشه اون لحظه آخر بیشترین قدرت و بیشترین شتاب و شوک رو میداد که بره حریف از بین بره. یک چپ هم همینه، دو و اینها باعث میشه شما بیشترین و بالاترین بازدهی رو تو ضرباتی که دارید اجرا میکنید رو داشته باشید و این باعث پیروزی شما داخل همه نبردها خواهد شد.